سلامتی ها. امیدوارم خوب و خوش انرژی باشین. بدون مقدمه چینی بریم سراغ ماجرامون. مری استنفیلد. 1 ژوئن 1922. امروز مادرم یک مانکن برای من خرید تا محصولاتم رو توی ویترین فروشگاه بذارم. مانکن به طور غیر معمولی سنگینه، اما با این وجود یه مانکنه. من از مامانم سپاسگزارم، چرا که معتقدم زنای بیشتری رو به مغازه لباسم جذب میکنه. 5 ژوئن 1922. من امروز توی مغازه کار میکردم که یک مشتری نگران به من گفت که مانکن به اون خیره شده. این عجیب بود، چرا مانکن چشم نداشت؟ فقط یه صورت خالی بود. برای بررسی مانکن رفتم و منم احساس کردم به شدت به من خیره شده. عجیبه. 6 ژوئن 1922. امروز صاحب مغازه بغلی گم شد. غم انگیزه، ما دوستای خیلی خوبی بودیم. همچنین به نظر میرسه که مانکن منم گم شده. دوز مانکنمو نمیبخشم. 7 ژوئن 1922. من مانکنمو پیدا کردم. مثل اینکه فرد آشغالی لباسای پیرمرد فقیر این محله که به تازگی مرده رو به تنش کرده و دوباره به ویترین برش گردونده. به خاطر این اتفاق حالا من مظنون به قتل اون پیرمردم. مظنون یه آدم کشی. این وحشیانه است. نمیتونم منتظر بمونم تا مسبب اصلی این کار پیدا شه. 15 ژوئن 1922. امروز من جدی مظنون اصلی قتل پیرمردم. خیلی ترسیدم. چرا پلیس فکر میکنه کار منه؟ 3 ژوئیه 1922. شخصی یک صفحه کامل از دفتر خاطرات منو کنده. برای جایگزینی اون صفحه پایان ماه رو جمع‌بندی میکنم. من به خاطر کافی نبودن شواهد از ماجرای پیرمرد تبرئه شدم. اما حالا خواهرم گم شده و فردی لباساشو تن مانکنم کرده. اون آدم یه روانی عوضیه. مشتریام همچنان داستان خالی شدن جای مانکنم رو تو ویترین برام تعریف میکنن. اونم در حالی که کسی توی مغازه نبودی که جابجاش کنه. من قصد دارم مانکن رو پایین بیارم و بفروشم. اون باعث ترس مشتریا میشه. 5 ژوئیه 1922. چیزی در حال رخ دادنه. صدای مردم میشنوم که شبا در خونه منو میزنن. پنجره من ترک خورده و هنوز مشتری برای مانکنم پیدا نشده. من یه آگهی برای فروش ارسال کردم، اما حتی یک نفرم تماس نگرفته. 10 ژوئیه 1922. مادرم. اون گم شده. 17 ژوئیه 1922. لباسای اون. لباس مادرم روی مانکنه. باورم نمیشه. یه هفته طول کشید تا کاملا متوجه و قانع بشم. ممکنه دیوونه شده باشم، اما فکر میکنم همه اینا زیر سر مانکنه. این دفترچه خاطرات در 18 جولای 1922 بعد از مفقود شدن مری استنفیلد در خانه‌اش پیدا شد. لباسهای او در تن مانکن مزو نشیده شد. مانکن به فروشنده‌ای در نیویورک فروخته شد.